پیامد دلخواه حادثه راه نقلیاتی تهدید به حیات و سلامتی دارد. در این بخش برنامه اویدی صدمه گزارش خواهیم داد که یک نفر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر جراحت جسمانی برداشته است. هرچند صدمه با عیب راننده به وقوع پیوست، ضرر دیدگان حادثه مسافران میباشند. عامل اساسی مساعدت کننده به حادثه های نقلیاتی راه دادن به قاعده ویرانکنی های دغل است که یکی از چنین قاعده ویرانکنی اداره واسطه نقلیات با سرعت بلند می باشد. سنه 20 نوامبر سال روان تخمینا ساعت های 11:10 راننده واسطه نقلیات تنوع اوپل وکترا اگامبردیف رستم اسماعیلویچ سال تولدش 1990 استقامت کننده جماعت دهاتی خرمزمین ناحیه اسپیتامین هنگام حرکت در کیلومتر 243 شاهراه دوشنبه خوجندچناق در حدود جماعت زرحلال شهر استرافشان از سبب بلند نمودن سرعت حرکت از معیار معین کرده شده به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته موازنت اداره کنی نقلیات را گم کرده به کنار راست راه برآمده چپه می شود. در نتیجه مسافر واسطه نقلیات مذکور خردسال 4 ساله ساکن ناحیه اسپیتامین در جای حادثه به هلاکت رسیده، باز 2 نفر مسافر نابالغان 7 و 10 ساله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته به بیمارخانه مرکزی شهر استرافشان بستری گردیدند. این حال اویدی حادثه مذکور تفتیشات پیشکی ادامه دارد. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت رعایت قاعده‌های حرکت در راه را به کل اشتراکچیان حرکت توصیه داده از رانندگان طلب می‌نماید که با سرعت افزایی هنگام اداره اتوماشین عادت نکنند. زیرا سرعت افزایی یکی از قاعده ویرانکنی های دغل حرکت به شمار رفته، زیاده از 80% صدمه های نقلیاتی با جرم این نمود قاعده ویرانکنی به قید گرفته شدند.